دکتر واقعا این هفته به اوج رفتیم. صحبت راهگشای مقام ما یک آنالیز همه جانبه از راهبردهای کاربردی برای نظام بود. تو همینجا بذار کنار ناکس. همین یک کلمه ساده آنالیزو تو اگه معنیشو بگی من همینجا برات کله ملق میزنم. کله رو میذارم همینجا رو میز، پاهامو میکنم هوا. معنیش؟ آی دکتر من به معنیش کاری نداشتم، من برای قشنگیش گفتم، ولی راست میگن بدون معنی که فایده نداره. حالا خودتون بگین معنیشو. معنیش؟ خجالت بکشه، اینجا که جای هر بحثی نیست، مجلس که نیست که از یه حرفا میزنی ناکس. دکتر ایشون تا وقتی حرف نزده بود همه فکر میکردن وضع نظام خیلی خرابه، وقتی حرف زد همه مطمئن شدن که هیچ، خودمونم مطمئن شدن که وضع خیلی خرابه. دیگه هیچ بسیجی کودنی هم پیدا نمی‌کنی که اینو نفهمیده باشه. سب کوبیدم میشه تو به جای دفاع از مقام مزما بری از دشمناش دفاع بکنی؟ ناکس با این وضعیت دفاع کردنت اقلا یه جور ظریفی میگفتی. مرحوم ابوی همیشه میفهمیدن بزن بهادر عرض کردم بله میفهمیدن که تو اتوبوسه پیرزنه یهو بلند شد گفت نینای نانای نینای نای. همه تعجب کردن، گفتن خانمی چه حرفی شما میزنی؟ دوباره گفتش که نینای نانای نینای نای. همه باز تعجب کردن، یه سری شروع کردن باش دم گرفتن و دست زدن و حرکات موزون کردن. این دید هیچکی نمیفهمه، دست کرد از تو کیفش دندوناشو در آورد گذاشت تو دهنش گفت نیاوران نگهدار. میخوام بهت بگم که وقتی که نیشی کشیده شده باشه، وقتی که دندونی نمونده باشه، ممکنه حرفا یه جور دیگه ای فهم بشه. آیا تو من بحث رو عوض میکنم. مقام عظما گفتن که هیچ بنبستی تو نظام نیست. اگه نیست اصلا چرا این بحث رو باز کردن؟ بحث بنبست رو میگن. آره اینی که توش هستیم البته بنبست نیست، بزرگراهه، ولی خب ترافیکش خیلی سنگینه، از بنبست بدتره. نکنه آی دکتر مردم بعداش بد بکنن بگن حکایت اون بچه هست که جواب تلفن رو میداد میگفت بابام گفتم که بگو تو خونه نیستم. نه خیر، تا یاد کسی نندازی کسی یاد اون نمیفته. یاد اون یکی مشنگه میفتن که دروغو گفت بعد مجبور شد تا آخرش بره. تو پارک بود رفیقش بهش زنگ زد که کجایی؟ این حوصله صحبت کردن نداشت، گفت تو خونه دارم آماده میشم بخوابم. طرف پشت سرش بود، زد رو شونش گفت خوابای خوش ببینیم. اینم خودش تک و تا ننداخت، گفت عادت دارم تو خواب راه برم. تازه خور و پفم میکرد. دکتر مقام عظما در مورد مسائل اقتصادی با قاطعیت مژده دادن که مسائل اقتصادی راه حل داره، فقط نمیدونم چرا این راه حل رو که میگن هست نمیگن چیه. شوخی میکنن یا خدای نکرده حالشون خوب نیست. خب یه بار بگن این راه حل چیه دیگه نظام از این بدبختی بیارن بیرون. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفرمودن که مشنگه گریه میکرد و میزد تو سر خودش و زار میزد. گفتن چی شده؟ گفت کاش حرف بابای مرحوممو گوش داده بودم این بلاها سرم نمیمد. گفتم مگه چی میگو؟ گفت من چه میدونم، گفتم که گوش نمیکردم. روشن شد یه همچی بذارم که تو هم دیگه گوش نکنی. آیه دکتر مقام عظما به طور غیر منتظره از دولت دفاع کردن. آره که مخالفت با دولت کار دشمنه. جریان چیه این؟ خب دیگه چششون ترسیده از اون دفعه سر استیضاح وزیر کار کشید به اون فضاحت و لو رفتن 900 میلیون تومان رشوه برای ساکت کردن و از این حرفا. ببین اگه بخواد کل دولت رو ببره زیر سوال دیگه چی میشه؟ مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفهمودن که مشنگه رو برق گرفت، مادرش تجربه داشت، گفت ننه جون ولش نکن، همین بود بابا تو کشت. آیه دکتر توی این بحث‌های مربوط به قرارداد ترکمنچای جدید نظام داشت زیرزیرکی کارشو میکرد. ممکن بود کسی هم نفهمد تا اینکه این قاسمی مشنگ سخنگوی پخمه وزارت خارجه رو میگی؟ بله این مشنگ اومد همه بحث‌های مربوط به دریای خزر رو تکذیب کرد. اون وقت همه فهمیدن خرابکاری بار اومده. آره دیگه این مشنگ یه مأموریت داره تو نظام، اونم تکذیب کردنه، ولی شعورش نمیرسه. این یه کارم بلد نیست، یه طوری تکذیب میکنه که دیگه بسیجی ها میفهمن که قضیه راست بوده. این قاسمی مشنگ اگه بمیره شب اول قبر 62 تا فرشته براش نازل میشن. چرا آیده تو مگه چیه؟ نظر کرده از نه خیر،
2 تا فرشته ازش سوال جواب میکنن، 60 تاشون حالیش میکنن که منظور چیه. مشنگو بهش گفتن لو نده، ببین چجوری صحبت کرد. آیه دکتر مدتی الان از سلامی اینا خبری نیست، هارت و پورت الان خیلی لازمه، چرا نمیکنن؟ ترک کردن، یعنی ترکشون دادن. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن به زبادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که توی خونه ای صحبت بود که پدر بزرگه عادت داشته ناخوناشو بخوره و ترک نمیکرد. مادر بزرگه میگه بی خودتون رو خسته نکنین. من 50 سال نتونستم این عادت رو ترکش بدم، تا اینکه یه نوه زبلی داشت راحت ترکش داد. هیچی، یه مدتی دندوناشو قایم کرد. اینا الان دندوناشون نیست، وضعشون شده مثل اون مشنگه که 4 نفر کتک خورد، اومد افه بیاد گفت جرأت دارید همینجا وایسین تا برگردم. 1 ساعت دیگه برگشت، دوباره گرفتن زدنش از دفعه اول بدتر. اینطوری یعنی شما میخوایم بگیم مقام عظما اگه دوباره هم جیک بزنه جیک جونشو میچینه؟ من که حرفی نزدم، تو چرا همچین جنبندی کردی؟ یه بار نمیتونی مثل اون قاسم